بچه ها من انقدر از اینا چیدم، تقریبا حدود 1 کیلو چیدم از اینا. ببینید چقدر 1 کیلویی میشه. ولی انقدر تیغ رفت تو دستم، اب نداره. این تیغاش هم خوشمزه است، شیرینه. باید تا ظهر بشینم این تیغاشو در بیارم. چیدم ولی بازم 1-2 کیلو هستش روش. دیگه دستام پر تیغه، باید برم تا ظهر تیغ در بیارم. دیگه بستم، اونم بمونه برای دیگران.